آنباکسش کنیم. همونطور که میبینید مانیتور 24 اینچ. رفقا باید اینو ببینید، کل این رو مانیتوره بود واسه جعبش بسته بندیشه. بکنم این پول مانیتور رو هزینه بسته بندی داده. خب الان من فقط تصویرم نیست صدام هست، چون مانیتور بزرگه نمیتونه قشنگ بازش کنه. من کمکش میکنم، یه سری مشخصاتش هم میگم. مانیتور 24 اینچ، محسنم خودش باید پولشو بده، البته بابام داده، قرار شده پولشو به بابام برگردونه. و اینکه 24 اینچ فاتره، برای مانیتور شرکت فاتر ایرانیه. 24 اینچ 75 هرتز 1080 فول اچ دی. نرخ زمان پاسخدهیش نیم میلی ثانیه است و اینا دیگه مشخصات اصلیشه دیگه. حالا بازش هم بکنیم، ظاهرش هم ببینید، یا اگه امکاناتی توش باشه. امیدوارم که خودش نکنم. مانیتورش کدوم داره؟ یا حضرت عباس اینا چیه؟ اضافاتش. خب جوابش فکر نکنم دیگه چیزی توش باشه. نگه دار اینا. خب این پایشه. آره به نظر پایش میاد، حالا بعدا میفهمیم. این نگاه کنین، من بقیه جزئیاتش اینا از اینا از این جایی هست. خب این آداپتورشه، یا همون به چیز برق میذاریم تو برق. این چیه؟ موز چیش موز این توش موزه ماما، موز نمیدونیم چیه، یه چیزی سیاه مثل پنیر نمیم. چه ربطی داره؟ سیاه کوچولوه. اینم کابل HDMI هایشه. HDMI رفقا این مانیتورم 24 ماه کاری نه گارانتی داره. این راهنمای نمایشگر مانیتور که اینو ما کارش نریم، من دوباره دور خودم زحمت میکشیم. راهنما داره، البته حالا نمیدونم بیان میکنه یا نه. اینم که ما کارش نریم. چرا چیزای ریز داره؟ یه چیز ریزش افتاد. اینه مانیتور اینجوره، پیچ ریز داره با این چیز قرمز. نه چیزای ریز میز داره. چی هست؟ اینم فکر کنم برای پایه دیواریشه، نمیدونم. خیلی مانیتوری رو شاد داره. پیچ و اما مانیتور ما خب مانیتور بس بذار کلش پیدا کنیم. خودش ما نه انشالله خودش مانیتور منی. چرا اینه برش کردم میگردم. مانیتور رو نمایی میخوام بکنم. دست بده بردار. دست بده بردار. نگردار. خب حالا به این مانیتوره رو میتونیم وصلش بکنیم پایه‌هاشو یا نه. پشتش یه جا پیچ داره واسه دیواری، چیزای فیشای HDMI هایشو. مانیتوریش هم این زیره که یه HDMI میخوره، یه دونه از این قدیمی ها میخوره. اینم که برقشه. این نمیدونم چیه. اونم تایپ سیه. یه دونه تایپ سی هم داره. نگاه کن، تایپ سی داره، HDMI داره، کابل قدیمی ها رو داره و یه دونه اینم واسه برقشه اونور. این نمیدونم چیه، یه دونه سوراخ این گله داره، نمیدونم واسه چیه. خب حالا این قیمتش هم راستی 5 میلیون تقریبا، 4 میلیون و 900 خورده ای. خود مانیتور تنهایی، بقیه‌اش رو داشتیم. این حالا نمیدونم چی جوریه. این احتمالا میخوره تو این. آره این میخوره تو این، یعنی اینو باید باز کنیم. پیچ پشتشو بیار بالا محسن، از اون بر زنی فقط بشین خسته شدی بگو. این پیچ پشتش بود، میکنیم تو این.
مثلا باید چارسو بری بیاری. چارسو برو چارسو بیار. بگی. این داره 2000 years later. چارسو رو آوردیم میریم برای بستنش. اینو اینجا میکنید این اصلا پیدا نیست. مهم نیست. اینجا رو کات میکنی، اینجا نشونه نیست. خب رفقا من این چیزشو بستم پشتشو. گرد رو هوا لحظه. خب الان پیش این ورم باز میکنیم، به اون پایه که روی میز گذاشته میشه میبندیم. بعدش هم دیگه اونم که کابلای HDMI های و برقشه که دیگه الان دستم تو دست یار. یا حضرت عباس یا اول فصل. خدایا واشر نداشت. باشه چه بیقراره. خب رفقا اینو نگاه کن، این میره پشت این چف میشه، بعدم با یه دونه پیچ صفر میشه. پیچه چارسو فقط پیچه باید اول بیفته توش. خب پیچه افتاد توش، اینم میره توش، بعدش هم اونم میره اونجا. پیچه رو صفر میکنیم. آخ بشو. خب اینم که دیگه الان مانیتور آماده است. بر تپلش مانیتور آدم. اینجوری روی این بیارم بالاتر، اینجوری روی میز قرار میگیره. اینجوری نگاه کنید، این پایه مانیتوره، اینم خود مانیتوره. چقدر جا دستم رفت روش. تمومه دیگه. اینم که پشتشه و اینجوری پشتش پایهش بسته شد. امیدوارم از این ویدیو آنباکسینگ هم لذت برده باشید و محسن خداحافظی رو بکنم. خب فقط من یه چیز عجیبی 0 که بود. خب ما حدود یه رو 10 دقیقه فقط 0 رو داشتیم در می آوردیم. چی؟ سلفون. باشه خداحافظی کن بره. همون نه صفر. خداحافظی کن. خب خداحافظی. خب اینا دارم چون که زود کافی بوده باشید لاکارشی بزنید فرجو ببدی چه بخواده بزنید پاپل خداحافظ بباید.